دخترای عزیز، بچکای عزیز. 16 ایون برابر دهها کشورهای مسلمان نشین ساکنان تاجیکستان نیز عید قربان را تجلیل کردند. نوابسته از بحث‌های زیاد در مورد عید گردک، کودکان زیاد به عید گردک برآمدند. در چهره کودکان شادی و خوشحالی بر اعلی انعکاس می‌یافت. قبلا شورای علما از امام خطیبان دعوت کرده بود که در موعظه‌های خود توجه مردم را به نظارت کودکان و نورسان در وقت عید گردک جلب نمایند. چند پیش مجلس نمایندگان تغییرات به قانون را قبول نمود که آن عیدگردک کودکان را منع می‌کند. این تغییرات باعث بحث‌های زیاد در جامعه تاجیکستان گردید. این قانون 19 ایون در پالاتای بالای پارلمانی کشور بررسی می‌شود. امام خطیبان در مسجدها شهروندان را به دستگیری بینوایان و کم بی‌ضاعتان تشویق می‌نمودند. در روز عید قربان ساکنان پس از ادای نماز عید به آرامگاه‌ها رفته در حق گذشتگان دعا می‌خوانند. به خانه‌های دوستان و نزدیکان رفته بیماران را عیادت می‌کنند. نفرانی که امکانیت مالی دارند چاروا ذبح می‌کنند. عید قربان برابر عید رمضان یکی از دو عید بزرگ دین اسلام میباشد که در روز 10 ماه ذوالحجه سالشماری هجری قمری جشن گرفته می‌شود.